دوستان عزیز، من داوود هستم. چندین مدتیه که به خاطر مشغول بودن و فعالیت مختلف نتونستم خدمتون برسم. برای همین امیدوارم از این به بعد بتونم بیشتر خدمت شما باشم و خدمتون خدمتگزاری کنم. و من همینجوری که خدمتون گفتم با چند تا مکالمه شما میتونید زبانتون رو خیلی سریع به حد مکالمه برسونید. و این یه مکالمه از گوش کنید لطفاً با صدای خود آمریکایی‌ها که من بعد اینکه مکالمه تموم شد براتون اینو ترجمه میکنم. لطفاً گوش کنید و شما میدونید که اینو میتونید چندین بار، شما دفعه اول که گوش کنید واسید گوش کنید، بعداً حقیقتش توضیح میدم. Hi, how are you doing? I'm fine. How about yourself? I'm pretty good. Thanks for asking. No problem. So, how have you been? I've been great. What about you? I've been good. I'm in school right now. What school do you go to? I go to PCC. Do you like it there? It's okay. It's a really big campus. Good luck with school. Thank you very much. خب دوستان، اولا از اینکه من اینو حتما خدمتتون ترجمه میکنم، ولی دوست دارم بگم که شما که اول دارید زبان یاد میگیرید، اولش اینطوریه که شما مثلا به لغت میخونید. من الان یه خط رو براتون میخونم که بدونید جریان از چه قراره. شما میخونید های یعنی سلام یا هلو، فرقی نمیکنه. How are you doing؟ میگه چطور هستید شما. ببینید اینجا ها یعنی چطور هستید شما، چی کار میکنید، یعنی چی میگذره باهاتون. اینا میتونم فارسی معنی‌های مختلفی بده. همینقدر که بدونید ها یعنی سلام و هلو همون معنی رو میده. ها یعنی چطور هستید شما. خب اینم دوین چطور هستید شما، این در کل معنی چطور هستید. حالا خدمت میخواستم بگم که این وقتی اولین بار یه نفر به زبان داره، من تقریبا 20 سال تدریس میکنم، خواستم اینو آشنا بشید. وقتی شما برای اولین بار میخونید، چون لغت و مسلط نیستید، ممکنه اینجا فاصله های زیادی بدید. ببین معمولا من الان کلاس زبان درس میدم، کسانی که تارن جدید یاد میگیرن انگلیسی رو اینجوری اینا میخونن. Hi, how are you doing؟ این یعنی در فاصله هر لغتی نفس زیادی کشیده میشه. در واقع دفعه چندمی که اینو بخونید، مثلا 2 تا رو با هم میخونید، میگید how hi how. بعد دفعه سومی که بخونید، منظورم اینه هر چقدر که بیشتر بخونید شما سریعتر میشید. پس دفعه دوم میگید hi how are you. دفعه سوم، چهارم، پنجم من ترجیح میدم که شما 10 بار اینو بخونید و میتونید گوش کنید، اینو دوباره تکرار کنید تا عادت بشه براتون. پس میتونید اینجوری بخونید که اولش برای شروع بد نیست که میگید Hi, how are you doing. این خیلی فاصله نفس داده میشه. در واقع وقتی انگلیسی رو بهتر بخونید نباید توقف کنید تا اینکه جمله تموم شه. پس در واقع باید بگید How are you doing؟ 1 بار خونده بشه. خب خط دوم هست، اینا 2 نفر مکالمه دارن. پس خط دوم این طرف جواب میده I'm fine. این I am نیست، I am هست I و لغت am. این 2 لغت رو با هم آمریکایی‌ها دوست دارن تلفظ کنن، بهش میگن I'm، نمیگن I am. شما لغت A نمیبینی اینجا. پس این هست I'm fine، من خوب هستم، من هستم خوب، که به فارسی سلیستر میشه I'm fine. اوکی. How about yourself؟ شما چطور؟ How about yourself یعنی شما. چطور هستی شما یعنی منظورت شما چطور هستی. خب پس جواب میده. ببینید متوجه بشید هر سوالی یه جواب داره و برای اینکه شما بخواید مکالمه ادامه بشه جواب میدید، بعد شما هم یه سوالی میپرسید. خب پس اینم پرسید How about yourself؟ شما چطور هستی؟ I'm pretty good. pretty
منظور خوشگلی میده و منظور معنی زیاد. تو اینجا معنی زیاد داره. I'm good. من هستم خیلی خوب. خیلی خوب. Pretty good. Pretty good. Pretty good. Right? I'm pretty good. Thanks for asking. از این که ازم پرسیدید ممنونم. Thanks یعنی تشکر میکنم برای for asking پرسیدن. Thanks for asking. بعد دوباره نفر دوم جواب میده no problem مشکلی نیست، یعنی اصلا مسئله نیست. خب so have you been so have you been. خب این so میشه در واقع ببینم فکر کنم لغت فارسیش so how have you been چطور هستی شما. خب شما چطوری؟ how یعنی چطوری، چطور بودی. have you یعنی این معنی بودن داره. شما لغت رو به کل یاد بگیرید، لغت به لغت گاهی موقع حقیقت معنی نمیده. میگه که so have you been so چطوری بودید شما، حال شما چطوره، منظور اینه. I've been great جواب میده. جواب میده I've been great من خیلی خوب هستم، خیلی خیلی خوب هستم. What about you. ببینید اینجا که جواب میده دوباره اینجا یه سوال میشه، طرف دیگه باز برمیگرده میگه how about you. So من این با خدمتتون خواستم بگم که من تلفن دستم گرفتم، اینو دارم واسهتون میخونم، اگه دستم میلرزه میبخشید. So جواب میده I've been good. I'm in school right now. من هستم در مدرسه حالا. Right now or now همین حالا. حالا now right now همین حالا. من تو مدرسه هستم همین حالا. بعد اون طرف ببینید شما وقتی راجع به یه نفر مدرسه صحبت میکنه شما ادامه میدی، پس راجع به مدرسه سوال میکنی. What school do you go to. چه مدرسه ای شما میرید. Go رفتنه و بدونید که go فعل اصلیه با do سوال میشه. What school you go to. I go to PCC. اینجا این مخفف یه مدرسه ای از حقیقتش من نمیدونم چه مدرسه ای، همونقدر بدونید این مخفف یه مدرسه ای. I go to PCC. Okay. Do you like it there. میگه شما اونجا دوست دارید. Do you شما like دوست داری it اونو. there میگه اونجا که هستی دوست داری، اونجا که هستی مدرسه رو دوست داری. بعد جواب میده B. It's okay. اوکی همون اوکی به فارسی هم گفته میشه فکر کنم، حقیقتش دیگه چیزی به فکرم نمیاد. It's really big campus. Campus It's really big campus. یعنی یه دانشگاهی که فضاش محوطش خیلی بزرگه. کمپس یعنی محوطه دانشگاه یا محوطه مدرسه. It's مثل این it is بعد اینجا مخففش میشه it's یک really در واقع big campus مدرسه بزرگه. بعد طرف دیگه جواب میده good luck with the school. good luck یعنی اینکه شانس خوبی داشته باشید، موفق باشید، منظورش اینه. good luck with the school موفق باشید. بعد اینم طرف میگه thank you very much ازتون متشکرم. پس من یه بار دیگه اینو خدمتتون با تلفظ خود آمریکایی میخونم میذارم واسهتون، شما توجه بفرمایید. Hi, how are you doing? I'm fine. How about yourself? I'm pretty good. Thanks for asking. No problem. So, how have you been? I've been great. What about you? I've been good. I'm in school right now. What school do you go to? I go to PCC. Do you like it there? It's okay. It's a really big campus. Good luck with school. Thank you very much. اوکی دوستان عزیز، اینو من به جای شما باشم 10 دفعه میخونم، 10 دفعه گوش میکنم، 10 دفعه مینویسم. ببینید شما اگه هدفتون یادگیریه مطمئن باشید با فعالیت. من خودم زبان خوب ایرانی هستم، فارسی صحبت میکنم و از پدر مادر آذری
آذری بلد هستم. اومدم آمریکا انگلیسی گرفتم و مدرکی گرفتم که بتونم درسشو بدم و از محصلام اسپانیش یاد گرفتم و 5 سال در آمریکای مرکزی کاستاریکا زندگی کردم و من 3 ماهی هم در مونترال کانادا فرانسوی خوندم تا حدودی میتونم به فرانسوی صحبت کنم و الانم که در کالجی درس میدم دارم از محصلام چینی هستن، دارم چینی یاد میگیرم. منظور از گفتن اینا اینه که باور کنید شما فعالیت کنید. اگه 1 ساعت زبان بخونید به اندازه 1 ساعت بلدید، اگه 2 ساعت بخونید به اندازه 2 ساعت، 10 ساعت بخونید 10 ساعت و 100 ساعت بخونید 100 ساعت. قول میدم اگه باهاش بمونید در واقع در هر مسئله زندگی. اجازه بدید خدمتتون میگم بچه‌ای که وقتی به دنیا میاد تو اولش تو زمین نمیتونه حتی خیز بخوره. خب اول خیز میخوره، بعد پا میشه وامیسته میخوره زمین، بعد پا میشه 1 قدم میذاره میخوره زمین و بعد پا میشه به مرور انقدر میخوره زمین تا بتونه راه بره و بعدن هم میشه مثل ما که میتونه بدوه. و دوچرخه سواری هم همونه. اولش با کمکی این چرخهای کمکی بغلی و بعدن چندین بار زمین میخورید تا چرخهای کمکی رو، چرخهای اینا که کمک میکنه اونا رو در میارید به مرور یاد میگیرید. رانندگی ماشین همونه، پرواز هواپیما همونجوره. در همه کار شما در ابتدا تمرین میخواهید و هر چقدر بیشتر تمرین کنید به اون میرسید. قول میدم شما اینو 10 بار به مرور بخونید، گوش کنید 10 بار اول 10 بار گوش کنید، بعد 10 بار بخونید، بعد 10 بار بنویسید، بعد 10 بار دیگه گوش کنید. اینو که حفظ کردید شما در واقع انگلیسی آماده اید صحبت کردن. همینو با یه نفر اگه همکارم دارید، دوستی دارید تمرین کنید، خیلی 100% به راحتی یاد میگیرید. فقط فکر نکنید یه بار تمرین کردید متوجه نشدید نمیشه بلد نیستم. این واسه آدمای تنبلی که دنبال بهانه میگردن. اگه اونجوریه شما اصلا زحمت بکشید اینو سعی نکنید یاد بگیرید. برای اینکه هر چیزی رو بخواید یاد بگیرید احتیاج به زحمت داره و من در خدمت گذاریتون آماده هستم. شما اگه پیامی دارید به من به اسم داوود دروگر @gmail.com پیام بفرستید و ضمناً تو یوتیوب هم اینو که گذاشتم شما اشتراک پیدا کنید که هر موقع اگه چیزی اضافه کردم شما بتونید به این گوش کنید. با آرزو موفقیت و 100% بدونید 10 بار بشنوید، 10 بار بخونید، 10 بار بنویسید، 10 بار دیگه بخونید. اینو حفظ میکنید. 10 تا اینجوری مکالمه یاد بگیرید شما شروع میکنید به صحبت کردن، موفق بشید.